هموطنان عزیز، امروز برنامه ما متفاوت و برنامه ویژه است. اشکمایشان سیر است، نان دارن، نو دارن. حتی به حد نان زیاد است که من خودم اونجا دیدم مردم نان میگیره، گوشت میخوره، برنج و سمن داده. وطن است، بیخی خاکم باشه وطن است. دیگر دولت همراهشون کمک میکنه، ما هم زحمتشون هستیم. چند ساله بودی که رفته بودی؟ من تقریبا 2-3 ساله بودم. خب ما مقصد خانه نداریم. سلام و صد سلام بیننده های نازنین، با امید از که جور و صحتمند باشید. خداوند را هزار بار شکر که بازم فرصت داد تا بنده در خدمت شما خوبان باشم. هموطنان عزیز، امروز برنامه ما متفاوت و برنامه ویژه است. بیننده های نازنین، در هر کجایی که برنامه ما را میبینین، مشاهده میکنین، تشکر از همتان. ما امروز سر زدیم به سلسله های برنامه. امروز آمدیم به کمپ مهاجرین پایتخت شمال. پایتخت شمال هموطنان عزیز از نامش معلوم میشه که کمپ مهاجرین است که هموطنان ما از ایران آواره شده و همشان به این کمپ میآیند. اینکه چقدر سهولت‌ها برای زیاد ایجاد شده، چه خدمات برای زیاد ارائه شده، میخوایم در نخست امرای کمیته مسئول انتقال همین پروسه که ایجاد ساخته از طرف دولت حکومت امارات اسلامی، واقعیت جای خوشبختی و جای افتخار است که مهاجرینی که از ایران و پاکستان میآیند به ترمینال شمال، اینها از این استقامت با خانه هایشان اگر هموطنان ما طرف شمال باشه، مزار، بغلان، قندوز، همه در هر ولایت تا بدخشان که هموطنان ما از این مسیر سمت شمال هستند، از این ترمینال پایتخت، از کمپ ترمینال پایتخت، از کمپ مهاجرین با منازلشان از طرف حکومت امارات اسلامی رایگان انتقال میشه. واقعیت جای قابل قدر و قابل افتخار است. در نخست میخوایم امرای مسئول از که میته صحبت داشته باشیم. در قسمت بعدی امرای مسافرین صحبت داشته میباشیم که اونها چقدر رضایت دارن. حتما خاطرای تلخ و شیرین هم امرای خدا را بیننده عزیز. شما تصاویر بیننده باشین بیننده عزیز. ما برنامه خود آغاز میکنیم. که خوچیر خفمشی دمور وطن پوزیگا که خوچیر خفمشی. السلام علیکم و رحمت الله. جوړ بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله. ستړي مشه کیسه بخیر سکور مودان ډیر زیاته مننه. قاری صاحب په لومړیو کې مو نوم لیدونکو ته واخلئ. محب الله مجروح. مجروح صاحب ډیر زیاته مننه. د مهاجرینو په کمپ کې د شمال په ترمینل کې ستاسو دنده څه ده؟ مونږ زه د کمیټې غړی یم. بله د کمیټې غړی، د انتقال د کمیټې غړی. د انتقال د کمیټې غړی. ډیره زیاته مننه. راځئ په لومړیو کې دا راته یادونه وکړئ مهاجرین چې دلته راځي کوم سهولتونه ورته برابر شوي دي؟ مهاجرینو لپاره د مونږ دلته صحي خدمات چې هغه ډاکټران او پرسونل ټول هغه ورته مهیا شوي دي. همدارنګه د دوی لپاره هغه کم دغه چې پرون په یوه ورځ کې تقریبا ترمیم څه 100 لانې خیمې ورته ودرېدې د ګرې شاور څه. نو د دوی لپاره د غذا یا د استوګنې خدمات چې دغه کې د قضای حاجت لپاره ځایونه ورته د زنانه او مردانه لپاره بیل دي. د دوی لپاره خیمې د استوګنې لپاره او همدارنګه د دوی لپاره 3 وخته ډوډۍ منظمه، د دوی امنیت لپاره، امنیتي ارګانونو امنیت لپاره هغه خدمتونه ورته مهیا شوي دي. او همدارنګه دوی د انتقال پروسه ده. دغه موټر چې تاسو ګورئ دغه ټول مهاجرین دلته مونږ ثبتوو، هغه د انتقال پروسه هم د مونږ لپاره. ډیره مننه. د انتقال د پروسې په هکله را سره وغږیږئ، کومه چې بررسي کیږي څه رقم ده، لږ واضح تشریحات ورکوي. د انتقال پروسه داسې ده، کومه کمیټه چې هلته په هرات او په نیمروز کې هلته هر مهاجر هلته ثبتوي، ځان سره برګې یا ورقې ورکوي دغه چې هغه بیا دلته راوړي، هغه مونږ ثبتوو. که کورنۍ یې کډه د هغو لپاره باربري موټر نیسو، انتقالوي هر ولایت ته چې وغواړي. هغه لایحه د ټولو ولایتو سته، د موټروانانو کرایه مونږ ورکوو. او همدارنګه د مسافرین چې دي
چې کډه نه وي ورسره هغه دغه نورو موټرو کې 580 وي آی پي موټرو کې ښه په سهولت سره دلته موږ ثبتوو او دغه کرایه او هغه موږ ورته مهیا کوو په رایګانه مفت توګه انتقالوو هلته خیر شکر مو ودان ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو د مجروح صاحب خبرې تاسې واورېدلې چې دوی دغلته د کمیټې مسؤل و. راځئ د مهاجرینو سره هم خبرې اترې ولرو او د صحت له بخش څخه د مختلفو بخش څخه تاسو ته یو ځانګړی راپور نن لرو. درنو لیدونکو بیا هم درته وایم موقعیت مو د شمال یا د پایتخت په ترمینل د مهاجرینو په کمپ کې ده. خپرونه مو دوام لري، ملګرتیا مو وکړئ. سلام جور بخیر. سلام علیکم، خسته نباشید. بخیر باشین. شما خسته نباشین. خوش آمدین به وطن، بخیر آمدین به خاک خود. خوش باشین، سلامت باشین. قربانتان. اسمتان به هموطنای ما بگیرین. عبیدالله صبوری هستم از ولایت بغلان، یک تن از اخراج شده از ایران. بله. صبوری صاحب بخیر سلامت باشین. شما بر ما یادآور شوین وضعیت ایران چگونه بود؟ چند سال در اوج ماندین؟ ما خود در کل رو هم رفته یک پیر 94 هستیم، 3 سال بودیم، باز این پیر 4.5 سال، یک 7.5 سال 8 سال بودیم. بله. وضعیت ایران دیگه ملک مردم است. هر بلایی که سرت بیاد گله نمیشه. چون که ملک مردم است. او که هر چی که بگویی ما میگه که تو اینجا ملکت نیست چرا آمده ای؟ بله. راست هم میگه. خود چی میکنی کجا رفتی؟ خانه مردم که رفتی دیگه بابا که خود نیستی. بله. دیگه مشکلات در ایران زیاد است، افغانی مشکلات زیاد داره در ملک. بله. خیلی خوب. وقتی که به وطن خود برگشتین آمدین چقدر احساس خوشحالی داشتین؟ حتما همراه فامیلتون آمدین؟ ما همراه فامیل بودیم، به خاطر ایران که بودیم ما خالو گاتر می‌خواستیم پدرم کمک که پسانتر بریم. ما گفتم می‌خوای که وطن برسیم بمریم غم نداریم. فهمیدی؟ خواهی که وطن که ماشی هم کنی گدایی اینجا بهتر از پاچه‌ای دوجه است. هر کس که میگه نیست باز درون خود میگه که میگه بس. دقیقاً. وقتی که اینجا آمدین با کمپ آمدین چقدر احساس خوشحالی داشتین؟ کدام نوع زمینه برای شما اینجا مهیا شده؟ کدام نوع خدمات برای شما اینجا ارائه شده؟ از کدام خدمات رضایت دارین؟ ما خلاص من لالای قند از مرز دوغارون که آمدیم میبر دیگه کمک برادرای ایراتی ما دیگه نهادهای سازمانهای بین المللی و خود امارت اسلامی شکر خدا کس حالا از لحاظ جای درست مردم در روی زمین است، حالا دفته و از دستای است ولی اشکمایشان سیر است، نان دارن نو دارن، حتی به حد نان زیاد است که من خودم اونجا دیدم مردم نان میگیره گوشت میخوره برنج گوشت میندازه. ما با چشم خود دیدم دم کمپ ایرات هم دیدم میجام که برابر بگردی میبینی. نان ما نه دیگه همه چی از سهولت ها زیاد است، بازم دیگه مهاجری است مسافری است تا این مردم جابجای شوه و تا هر کس در منطقه خود برسه این روزها حالا فنا بر خدا ان شاء الله که سپری میشه. همه کی سهولت ها است، خدای نخواسته در خاک و در بیابان و در دشت نماندیم، همه جای قابل افتخار است. یکی از نمونه خدمت های بزرگ امارات اسلامی که برای مهاجرین ارائه ساخته وسایلی که شما را هر کسی را به ولایت خود انتقال رایگان میده، چقدر خوشبین است. ما یک پیر در دوران جمهوریت آمدیم از ایران، یک پیر در دوران امارات، نه ما چاپلوسی ایش میکنیم نه از ایش میکنیم، هر کدامش باشه ما فقط هم امنیت باشه نان خدا میده. نیست که امارات آمد نان زیاد شد و آمد نان کم شد، این روزه طرف خداست. ولی از اونجا که ما حرکت کردیم خدایی همین سرکار دیدیم در حال جور کردن بود، سر او پیر که آمده بودیم همین سرک از نیمروز می آمده از هرات تا کابل، اما خراب بود که این آدم به تو بگم بیخی جو میشد دیگه. این پیر آمدیم سرکا خرابا رو اوسو کرده بود و سرکار نو جور کرده بود. خلاص ما هر طرف که میدید در حال ساخت و ساز بود. بیچاره امارات تلاش خدا میکنه و من تا ما گلاد این مردم خود داریم. این از چی داریم؟ صحیح کنه خیمه را دین روشان امروز دادیم میخزیره ما کندیم. و چی میکنه؟ چرا می رقم میکنه؟ تو امروز میری سوای مسافرای دیگه میخونه کجا زندگی بکنه؟ قربانتان بخیر سلامت باشین، بسیار زیاد زنده باشین، خیر ببینید. بسیار زیاد تشکر. صحبت‌های هموطن ما را شما دیدین هموطنان عزیز، واقعا خیلی صحبت‌های عالی و فوق‌العاده است. مشکلات ها هست ان شاء الله که حل شود و حل هم میشه. بینندای عزیز شما وسایط ها را میبینید مسافر بار کرده همشان به ولایت خود به ولایت مختلف انتقال میده. ما امروز سر زدیم آمدیم به ترمینال شمال هموطنای عزیز. بازم براتون تکرار میکنم مسافرینی که کس همه روزه میآید، کس یک شب دو شب دیگه میمونه، بالاخره اینها به ولایتشان از طرف دولت رایگان انتقال میشه. شما تصاویر بیننده باشین، ما همراهتان هستیم. که خوچیر خفمشی دمور وطن پغیگا
کې خو چیرې خفه مشي. درنو لیدونکو په دې برخه د خپرونه کې کوم هیوادوال مې چې تر څنګ ولاړ دی تاسې په تصویر کې هم وینئ او زما په لاس کې چې کوم کتابونه او کوم قلمونه دي کومې کتابچې دي دا چې دوی په کومه برخه کې فعالیت کوي راځئ له دوی ورو سلامونه جوړ بخیر ستړي مشئ. وعلیکم السلام ډیره مننه کور ودان بخیر کور مو ودان په لومړیو کې مو نوم لیدونکو ته واخلئ. ولې نه د ما نوم نقیب الله د همدرد تخلص کوم د AAR جاپان د مؤسسې په نمایندګۍ سره. ډیره زیاته مننه. راځئ د فعالیتونو څخه مو راته یادونه وکړئ فعل خصوص پر دغه کمپ کې ستاسې اهداف څه دي؟ من خو د عامه پوهاوي پروګرام د ماین د خطراتو په حساب باندې او په افغانستان کې ماینونه خو ډېر زیات نشته دي شتون لري او دا کوم مهاجرین چې پاکستان او ایران نه راځي دلته دوی اصلا د خطراتو سره د مخ خدا نخواسته چې په آینده کې مخ نشي او د ژغورنې لپاره موږ دا پروګرام په مخکې اچولی ده او نه تنها دلته موږ دا پروګرام لرو موږ په پلچرخي کې هم د مهاجرینو لپاره د عامه پوهاوي د خطر د ماینونو د خطرونو او د ناچاو د توکو د خطر په اړوند موږ دا پروګرامونه مخکې اچولي دي د خپلو مهاجرینو چې راځي بهر نه له خارج نه نو دوی ته عامه پوهاوی ورکوو باید د هغې سره موږ بروشرې لرو کتابچې لرو قلمونه لرو چې دوی په یاد کې وساتي د آینده کې چې کله خپلو ساحو ته ځي هغه ساحې چې ډېرې خطرناکې دي ماین لري او چاودیدونکي مواد پکې شتون لري چې له هغې نه جلوګیري شي خدا نخواسته چې د موږ دا وطنوال دلته راځي هغوی تلف نشي او د دې ځان وژغوري. ډېره زیاته مننه کور مو ودان واقعیت دا هم ستر او لوی خدمت دی چې هیوادوالو لپاره یې کوئ. ډېره زیاته مننه کور مو ودان. زما په لاس کې چې کوم کتابونه او کتابچې او قلمونه دي دوستانو دا هم د همدغې مسافرو لپاره دي چې څوک د ایران او د پاکستان څخه راځي هغوی ته د عامه پوهاوي لپاره دغه کتابچې او کتابونه توضیح کېږي. خپرونه مو دوام لري ملګرتیا مو وکړئ. مینا امن مو عنوان وي ته سوال ته ځواب وایې درته ټول کوي چک چکې ستړی مشې مسکې مهاجر بل. بیننده‌های عزیز بیلرها را که میبینین اینها بیلرهای آب است. واقعیت هر چقدر از این کم صحبت کنیم کم است چون همه زمینه مایع شده. البته تنها بیلرهای نیست بیننده‌های عزیز زرنج دمیجه است که نمیفهم از کدام شاید آب مدنی ابشار باشه اینها هم دیگه خدمت میکنه. زرنج برش استاد از وقتی که آبش تمام میشه اینها برشان آب انتقال میشه. زرنج از شماست؟ همکارایتان است. خیلی خوب شما میشه یک دقیقه همراه ما صحبت کنین. خسته نباشین وقتتون بخیر. خسته نباشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز ما اینجا با عنوان یک کارگر اینجا نظارت میکنیم برای آب که مردم آب را زیاد مصرف نکنه. خودتان که میدانین اینجا آب کم پیدا میشه. یخ حالا هر قالبی خودتان میدن نزدیک 200 درصد در میاد. او خو ان شاء الله رایگان توزیع میکنین. او رایگان است. هر چقدر هم ثواب هم خرما هم وطنای عزیز مسافرین عزیزی که در جميعا از هر لحاظ سهولت ها بر زیاد ایجاد شده و یگانه چیزی که در زندگی انسان خیلی مهم است آب نباشه زندگی هیچ است. خیلی سخت است نه؟ بله خیلی سخت. ان شاء الله که از این ثواب شما هم لذت ببرین و برایتان لذت بخش. همه که کمک میکنه ان شاء الله خدا اجرشان بده چون به خاطر که مهاجر خود ما هم مال خود ماست مهاجرا هم برای ثواب هم هست. خدا با کل هم خرما. بله قربانتان بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر ممنونتان. میریم پیش بیننده‌های عزیز همراه دیگه هم وطنای خود هم صحبت داشته میباشیم نظریاتشان هم میگیریم. شما میبینین ماشاءالله همشان که به وطن برگشته احساس خوشحالی دارن احساس خوشی دارن و خوبی های زیادی در ایجاد شده. کمپ شما مشاهده میکنین که جغل اندازی برشان کرده همچنان کثافت دانی برشان مانده خیمه ها برشان ایجاد شده حتی که نان و آب و همه زمینه برای زیا مهیا ساخته شده از طرف دولت تا که به منازلشان برسه تا به ولایتشان برسه تا به خانه هایشان برسه ان شاء الله بدون سر صدا و بدون کدام جنجال همشان به ولایت‌های خود به مسیر خود میرن. میریم پیش همراه دیگه هموطنای خود هم صحبت داشته میباشیم. شما تصاویر بیننده باشین. وطن تا فراغ لپغی که دا مورکی
السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر هستین. قربانتان سلامت باشین، زنده باشین. بخیر باشین. خوش آمدین به وطن. خوش باشین، سلامت باشین. قربان وطن شما. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. چقدر وقت شما در ایران بودین؟ ما 8 سال ایران بودیم. 8 سال ایران بودین. حتما همراه فامیلا بودین. همراه فامیلا بودیم بله. از کدام ولایت افغانستان هستید؟ از سمنگان هستیم. از سمنگان. چقدر وقتت میشه که برگشتی و فعلا به کابل که رسیدی؟ چقدر وقتت میشه؟ ما روزی یک شب تقریبا 4 روز میشه ما تا کابل رسیدیم. بله 4 روز میشه که در کابل هستین. در کمپ چه وقت آمدین؟ در کمپ امروز اینجا همین حالا رسیدیم. همین لحظه رسیدیم. همین لحظه اینجا رسیدیم. خیلی خوب. وقتی که در کمپ آمدین هموطنای ما را که اینجا میبینید چقدر احساس خوشحالی دارین؟ یک احساس خوشحالی داریم که اینجا آرام است، وطن خود ما است. اینجا بدر آرامی، سر طرف میگرد، آزاد میگردی، کسی کار نداره، کسی نمیگه کجا میری. اینجا آزاد از کشور خود ماست دیگه. چه شب بگردیم چه روز بگردیم هر طرف بگردیم به کشور خود ما. وطن است نه؟ وطن است، بیخی خاکم باشه وطن است. بله. و ایران توی وطن ده اتاق و ایران داشته باشی ما میگم از کشور مردم کده خوب است. با خدا رنجی که ما اونجا دیدیم، عذابی که ما اونجا دیدیم به این طفل خورد اینا رو میبینیم. خدا شاید ما از کرمان هر کدام اینا رو بدل ما 4 تا نفر 4 تا 5 تا کرایه دادیم. از این کیفای ما ببین، از این کیفای ما 5 تا کرایه گرفتم. به خدا از خود کرمان دو تا من از ما کرایه گرفتم. وقتی که به وطن برگشتین از مرز اسلام قلعه گرفته تا به کابل وضعیت هموطنای ما همراه شما چگونه بود؟ وضعیت هموطنای بنده خدا خوب، دستشان در نکنه. هر جا می آمدن راهنمایی میکرد، مثلا میگم اینجا برین کمک میته برایتون، اونجا برین مثلا وسیله میته، اینجا راهنمایی میکرد، مثلا اتوبوسا موف میبره، نان و غذا همه چی برای ما فراوان رسیدگی میکنه. بله خیلی خوب. بخیر باشین. همه که رضایت دارین همین برای ما و برای هموطنای ما کفایت میکنه. ان شاء الله در اینجا هم شما نو رسیدین، خیمه برتان زده، ان شاء الله که سهولت های زیاد برای شما اینجا فراهم است. امارات در نکنه. از امارات ما مردمی قدر خوشحال هستیم که بیخی بس گفتن. بله والله قربانتان. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. متوجه تفلکای نازت باش. بخیر باشین. خداحافظانی بود. یکی از هموطنای ما بود بیننده عزیز که همین لحظه نو آمد، رضایت داشتن از همکاری و افغان بودن افغانای ما، کسایی که همراه زیا راهنمایی میکنه، همراهشان یک کمک یادی هم بر زیا یک کار خیلی بزرگ معلوم میشه بیننده عزیز، چون خسته و زله از وطن بیگانه فراوه شدن. همراه ما باشین. سگلابو ندی پالی پالی پلشا نرگ سگلابو. بینندای عزیز این هم از موترایی است که مسافرین انتقال میتن. میخوایم همراه استاد صحبت داشته باشیم که این مسافرین با کدام ولایت انتقال میتن و با کدام ولایت میبره. استاد سلام، خسته نباشین. خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ قربانتان باش. دمیجا ما هم بشینیم راحت تر باشیم. اسمتون به هموطنای ما بگیریم. بصیر احمد هستم، یکی از کلینرهای موتورهای 580. خیلی خوب. استاد بصیر احمد، مسافرها را به کدام ولایت انتقال میتین؟ ولایت بغلان میریم. بخیر. همه مسافرین ولایت بغلان است. بله. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. حتما اینا را از طرف دولت سرپرست ما اینها را شما را یگان انتقال میتین. چقدر کار نیک است، چقدر شما خوشبین هستین؟ بسیار خوب است، به خاطر که زیاد کلگیشون ناآواره هستند، بیچاره هستند. دیگه دولت همراهشون کمک میکنه، ما هم در خدمتشون هستیم. دیگه میبریم شده. توکل به خدا. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. با امید از اینکه همه مسافرای عزیز به خیر و به خوبی به ولایتشون برسانید. بخیر باشین ان شاء الله. قربانتان. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. ممنونتان. یکی از استادای بود که هموطنان عزیز مسافرین به ولایت بغلان انتقال میداد. شما تصاویر بیننده باشین، همراه دیگه هموطنای خود مسافرای خود هم صحبت داشته ما باشیم، بیننده برنامه ما باشین. بارانی د ژوند و ماشوم ګل ته چې وي و بولي بارانی چې ته تورا تختوي تباشر. سلام جور بخیر. علیک سلام. خوب هستین؟ بخیر؟ جور باشی. بخیر باشی. قربانتان بخیر باشین. اسمتون به هموطنای ما بگیرین. نقیب الله هستم، از ایران آمدیم. بله نقیب الله جان، چقدر وقت در ایران با ماندی؟ ما تقریبا 18 سال میشه لالا. 18 سال. چند ساله بودی که رفته بودی؟ من تقریبا 2-3 ساله بودم. 2 ساله یا 3 ساله بودی که ایران رفته بودی. وقتی که به وطن آمدی چقدر احساس خوشحالی داشتی؟ شاید اولین بارت باشه دیگه. نه 5 سال قبل اولین بارم بود که آمدم. خیلی هم دوست داشتم وطنم. بازم دیگه این دفعه خودمان آمدیم. بله. از کدام ولایت افغانستان هستی؟ کندوز. کندوز. من لهجت مکمل تغییر شده. چی دیگه؟ رفتیم آمدیم
دیگه همینجوری یاد گرفتیم. وقتی که در کشور آمدین چقدر احساس خوشحالی داشتین که پس به وطن آمدین؟ خیلی اصلا نه بچه‌ام رفیقای من با هم از خیلی حال کردیم بخیر دیگه وطن اوکیه. بله وطن اوکی است درست است. خیلی خوب. وسایتی که ما شما می‌بینیم ان شاءالله شما را رایگان به خانه‌هایتان یا به ولایتتان میرسانه. هر کس به هر ولایتش انتقال رایگان میده از طرف دولت. چقدر جای خوشبختی و جای خوشبینی است. خیلی جای خوبیه و دست امارت اسلامی هم درد نکنه. خیلی هم ازش ممنونیم. بله قربان. چند روز در کم ماندین؟ ما در کم یک روز در نیم روز ماندیم. اینمی روز هم اولین روزه که آمدیم اینجا. اولین روزتون است که به اینجا آمدین؟ بله. چه وقت بخیر پلان دارن که طرف خانه برین؟ پلان داریم امروز بریم. امروز تقریبا سمت شام. خیلی خوب. اینجا کدام نوع امکانات برای شما ارائه شده است؟ کدام نوع امکانات شما لذت میبرین؟ چی نوع خدمات برای شما ایجاد شده؟ اینجا اول ما تازه آمدیم. فعلا هیچ امکاناتی فعلا بیرون هستیم. همینجا نه از اتوبوس پیاده شدیم وسایل ما همینجا تا کردیم. فعلا کسی نیامده سمت ما. بخیر میاد. ان شاءالله که در اینجا همه سهولت ها براتون ایجاد شده. ان شاءالله. بله قربانتان بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. خانه آباد خیر ببینید. هموطنان عزیز موترایی که شما در تصاویر میبینید 580 موترای است. واقعا جای قابل قدر است که تشکری خاص باز از دولت سرپرست خود داشته باشیم که به خاطر مهاجرینی که از ایران میآیند هموطنان ما که طرف سمت شمال میرن مزار، قندوز، بغلان، بدخشان و همون سمتا که میره از این کمپ رایگان انتقال میشه. واقعا جای قابل قدر و جای افتخار است. میخوایم همراه دیگه هموطنان خود هم صحبت داشته باشیم نظریاتشان بگیریم. همراه ما باشین. وطن تا فراغلی پغی که دا مورکی استر ماشی مسکی مهاجر بلبلکی. سلام. سلام. علیکم سلام. خوب هستی؟ خوب هستین؟ بخیر باشین. نامک زیبایتان به هموطنای ما بگیرین. فرحناز مرادی. فرحناز مرادی ماشاءالله چقدر شیرین صحبت میکنه. فرحناز حتما تولد در ایران شده؟ نه در افغانستان شده. تولدت هم در افغانستان شده؟ چند ساله هستی؟ 8 ساله. 8 ساله. چند ساله بودی که به ایران رفتی؟ یادت نمانده؟ در ایران مکتب مدرسه می رفتی؟ بله. صرف چند مکتب بودی؟ صرف 2 بودم مقصد صرف 3 را بخوانم. بله ولی نشد؟ نشد. خیر باشه انشالله در اینجا می خوانی؟ آره دیگه. بله. کدام ولایت بخیر میری؟ قندوز. قندوز میری. قندوز هم بخیر انشالله بخیر برین. قندوز چطور یادت میشد یا نمیشد که در ایران می بودی نمیگفتی باید یک روز وطن برم؟ میگفتین؟ بله خیلی خوب انشالله که بخیر و بخوبی برین با قندوز جان برین. پیام گفتنی صحبت های اگه داری کامره در خدمتت. خواهش کنم. پیامی نداری؟ نه. بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. دیگه یک بای بای طرف کامره بکو. بای بای. بای بای. خداحافظ. پیروزو می پرتا باندې دورې خم زرغون تاله پیروزو می پرتا باندې دورې خم زرغون تاله پگو تو چیراونی سیدل مر شغلی. السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ خوب است. سلامت. قربانت. بخیر آمدی. خوش آمدین به وطن. خوب. بخیر باشی. یک کمی بلندتر همراه ما صحبت کو. اسمت به هموطنای ما بگی. سلیمان. سلیمان. از کدام ولایت افغانستان هستی؟ قندوز. قندوز. خیلی خوب. چقدر مدت در ایران ماندی سلیمان؟ 10-15 سال ماندم. 10-15 سال در ایران ماندی. مصروف کدام کارها بوده؟ هیچ من کار کنم نمیتونستم پای مسئول. حتما همراه فامیل در اونجا بودین؟ بله بله بله. خیلی خوب. وقتی که به وطن برگشتین چه احساسات داشتین؟ خوب احساسات داشتیم که وطن بریم و خوش امنیت است و آرامش است و دیگه جنگ نیست دیگه. با خیلی اما در ایرانیا خیلی اذیتی ما کرد. بله. از کدام لحاظ اذیتتان میکرد؟ چی برتان میگفت که اذیتتان میکرد؟ تو ماشین بالا شدن اذیت میکرد، تو اردوگاز اذیت میکرد، هر جای آقا تو خیابان میرفتی نونبایی نون نمیداد، بانگایا پول نمیداد، همین رقم اذیت بود دیگه. هر کسی پسرا میره سر کار میگرفتشون میبرد دانشگاه میبرد اذیتش میکرد. این امر کارا داشت. اینجا چند روزتان میشه در کم مانده؟ ما دیشب آمدیم. دیشب آمدین. نان او غذا همه چیز برتان رسید؟ همه چیز آمده. بله. گفته می شود که بخیر وسایط هایی که در اینجا هست هر کس را به تعداد هم وسایط به ولایت خود انتقال میکنه. چقدر رضایت دارین از دولت خود؟ خب ما مقصد خانه نداریم،
مشکل ما همین است دیگه اونجا سرپرست و خونه جای نداریم باید کمک شود دولت باید مؤسسه کمک شود با ما که جای سرپرست ما بگیره نه خانه نه چادری هیچ چیزی نداره. بله ان شاءالله که صدایتان شنیده میشه و پالیسی امارات اسلامی هم همین است که به خاطر مهاجرینی که از ایران برگشتن کمک میکنن. هم یکی از نمونه کمکایشان است که برایتان کم ایجاد کرده موترا برتان رایگان گرفته شما را تا خانه تان تا ولایتتان انتقال بده. ما خوشحال هستیم مقصد یک جا ما پیدا کنه که ما بریم اونجا زندگی کنیم. ان شاء الله بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. قربانتان. بخیر باشین. سبق مجھے الف اللہ الف افغانستان میں دجون و معشوم گل تچیبی و بینندای عزیز تشکر از همتان که تا آخر گزارش تا آخر برنامه امروزی ما همراه ما بودین. جهان سپاس از همگیتان. تشکر از آن بینندایی که همیشه وقت در برنامه کامنت میمونه کامنت میکنه حمایت میکنه. قسمی که در آغاز برنامه براتون گفتم امروز ما سر زدیم آمدیم به کمپ مهاجرین. این کمپ در ترمینال شمال کابل موقعیت داره. هموطنان عزیز مسافرینی که شما در تصاویر مشاهده میکنین همشان طرف ولایت‌های خود بخیر و به خوبی انتقال میشه. ولی پروسس انتقال زیا از طرف حکومت سرپرست ما شما رایگان است. هموطنان عزیز کم دیگه برای زیا ساخته خیمه ها برشان زده نان او همه امکانات برای زیا اینجا مهیا ساخته. تا برنامه بعدی که ما صبح سحر را با کامرمن عزیزم در خدمت شما خوب و نظر میشم. شما را به خداوند یکتا و توانا میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خداوند یار و نگهدارتان. وخپل وطن تا فراغلی پغی که دا مورکی ایستاڑی ماشی مسکی مهاجری بلبلکی ایستاڑی ماشی مسکی مهاجری بلبلکی ارمان دی چانگی چانگی چند برکلی چنارشا دمین او دپوهی دبلبل پری چغارشا